حال و هوای خیابان‌های مسکو در لحظه نو شدن سال میلادی هیچ شباهتی به سالهای قبل نداشت. معابر عمومی آذین بندی شده و غرق در نور، اما بیروح و سرد. پیام سال نو رئیس جمهور روسیه هم متفاوت از هر سال بود، در جمع نظامیان و با تأکید بر ضرورت تداوم نبرد تا دستیابی به اهداف نظامی. روسیه هرگز در برابر تلاش‌های غرب برای استفاده از اوکراین به عنوان ابزاری جهت نابودی روسیه تسلیم نخواهد شد. روسیه در طرف درست قرار دارد و در اوکراین می جنگد تا از سرزمین مادری خود محافظت و استقلال واقعی برای مردم را تأمین کند. مهمترین خبرهای سال جدید هم اخبار تلخ و شیرین نظامی بود تا شهروندان روسی ساعات پایانی سال 2022 را با خبرهای جنگی به سال نو گره بزنند. به آب انداختن زیردریایی هسته‌ای الکساندر سوم و ناوهای جنگی با حضور مجازی ولادیمیر پوتین و ابراز اطمینان وزیر دفاع روسیه از پیروزی قطعی در عملیات ویژه نظامی در اوکراین از خبرهای خوب حوزه نظامی برای روس‌ها بود. سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم در آخرین نشست خبری سال 2022 از پیشروی سریع نیروهای روسی در شرق اوکراین خبرهای خوبی برای مردم کشورش داشت. طی عملیات تهاجمی موفق در محور جنوب دونتسک، یک شهرک آزاد و بیش از 300 سرباز اوکراینی کشته شدند. اما خبر بد بیانیه کمیته تحقیقات روسیه بود، جایی که اعلام شد پس از آزادسازی شهر ماریوپول اجساد بیش از 3000 غیر نظامی روس تبار در این شهر کشف شده که به دست نیروهای گارد ملی اوکراین و به هنگام تخلیه ماریوپول کشته شده بودند. شهروندان روسی امسال در حالی آغاز سال 2023 رو جشن گرفتن که مثل سالهای قبل خبری از آتش‌بازی‌های مرسوم نیست به دلیل کشته شده‌های جنگ اوکراین. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل کاخ کرملین.